قطعاً ساده ترین راه برای داشتن یه نون سنگک تازه اینه که بری سنگکی. اما اگه یه نون سنگک سبک، خوش عطر و خوش طعم‌تر از نونای بیرون میخوای، من امروز 0 تا 100 نکات پخت نون سنگک توی خونه رو بهت آموزش میدم. ابتدا مقداری از آرد، مخمر و آب دستور رو با هم دیگه مخلوط میکنیم کامل، میذاریم در دمای محیط تا کامل حجم بگیره، به این شکل در بیاد. باقی آب دستور بهش اضافه میشه. توی ظرف جدا باقی آرد، خمیر مایه و نمک دستور رو با هم مخلوط میکنیم و به ترکیب قبلی اضافه میکنیم. خوب باید ورز بدید تا خمیر منسجم بشه، حالا یا با دست یا با خمیرزن. وقتی خمیر منسجم شد اونو به ظرف تمیزی که از قبلی کم چربش کردید انتقال میدیم و میره توی یخچال. به فاصله هر نیم ساعت 2 تا 3 بار خمیر رو از کناره ها به وسط تا بزنید. این کار به انسجام بهتر خمیر شما کمک میکنه و مجدد میره توی یخچال. صبر میکنیم یا توی یخچال یا در دمای محیط، انتخاب شماست. خمیر 2 برابر بشه. ما میخوایم تخمیر طولانی تر باشه، میذاریم توی یخچال. اونو به تکه های 200 گرمی تقسیم میکنیم. این 200 گرم با توجه به ابعاد سینی فرماست. بعد مجدد نیم ساعت 40 دقیقه استراحت میدم. روی سطح کار آب اسپری میکنم و به شکلی که میبینید خمیر رو روی سطح کار باز میکنم به اندازه 1 وجب. بعد میگیرم روی تخته، کمی آب اسپری میکنم، خمیرم رو به تخته منتقل میکنم، مجدد روی تخت خمیر رو باز میکنم به شکلی که میبینید، چون باید نازک بشه. از انگشتام کمک میکنم، فشار میارم، حالت سنگک رو بهش میده و بعد به اصطلاح پنجه یا ناخن میزنیم که خمیر سوراخ بشه. به دلخواه کنجد یا خشخاش روش میریزیم. سنگی که از قبل حسابی داغ شده و نکاتش توی کپشن نوشتم و میاریم. اجازه بدید خمیر از لبه‌های تخته یکم آویزون بشه، بعد به سنگ منتقل بکنید که نچسبه. سنگام بعد از پخت و خنک شدن به راحتی از خمیرتون جدا میشه، نگران نباشید. اینم از یه نون سنگک سبک، خوش عطر، خوش طعم که با آرد سنگکم درست شده. نوش جونتون.